کنون که بر کف گل جام باده صاف است، به 100,000 زبان بلبلش در اوصاف است. بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر، چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است. فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد، که می حرام ولی به ز مال اوقاف است. به درد و صاف تو را حکم نیست خوش درکش، که هرچه ساقی ما کرد عین الطاف است. ببرز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر، که صیت گوشه نشینان ز قاف تا قاف است. حدیث مدعیان و خیال همکاران، همان حکایت زردوز و بوریا باف است. خموش حافظ و این نکته های چون زر سرخ، نگاه دار که قلاب شهر صراف است. این غزل درباره فرصت حاله. گل در اوج شکفتن، باده روشنه و بلبل با تمام جان آواز میخونه. حافظ میگه جهان همین لحظه زیباست، نه گذشته‌ای که رفت و آینده‌ای که معلوم نیست. تو مدتی میان خستگی ها و دلاشوب ها قدم میزنی، اما این غزل خبر میده که نسیمی تازه در راهه. نشانه ها میگن لحظه‌ای برات باز شده که باید قدرش رو بدونی. فرصتی کوچک اما واقعی. انگار زندگی داره به آرامی دستی روی شونت میذاره و میگه همین امروز رو از دست نده. در این غزل یک دعوت مهربان وجود داره. به جای فکرهای تکراری و نگرانیهای فرسوده، به چیزهای کوچک و روشن امروز نگاه کن. چیزی در مسیر تو داره شکوفه میده. آرام ولی قطعی. ادامه بده. راهت روشن‌تر از چیزیه که حالا میبینی.